بگو ببینم آقای مسئول، تو بروجن و خارک رو نامگذاری کردی؟ بله. شماوند احتمالاً چون لکنت داشته نتونسته اسم رو کامل کنه. چی؟ جهنم! بگو ببینم میکروب بزغاله، تو مگه نیت نکرده بودی که مدعا بشی؟ بله شماوندا، بله. و چرا نشدی؟ شماوندا من هی میرفتم تریاک میکشیدم صدام دورگشه، بعد نشه میشدم هایده میخوندم. تو روح جهنم! بگو ببینم تو چجوری پیش نماز شدی؟ بسم شما. من از اول عقیده داشتم که باید تمام تلاش خودم رو سریع صحبت کن ببینم چی میگی میکروب بزغاله. چجوری رفتی پیش نماز شدی ها؟ شماوندا بنده رو گذاشته بودن جلوی صف که کفشا رو ندزدم. بعد یه مدت که موندم تو دیگه روح جهنم! تو پرونده‌ات نوشته تو رفته بودی کروکی بکشی، 2 تا داف خوشگل 2 تا بانو تصادف کرده بودن، درسته؟ بله درسته. بگو ببینم میکروب بزغاله، پس چجوری مغازه علی آقا مقصر شد؟ اون که مغازه است. درست میفرمایید. خب چرا مجوز مغازه اون رو باطل کردی؟ حال خوبیه. تو روح جهنم! شماوند ایشون همون طلا فروشیه که ازش دزدی کرده بودن. آخه اینم بفرستیم بهش. اعتراض دارم. شماوندا همون دزدا اومدن که طلا رو به همین آقا بفروشن. چجوری یه جوری حساب کرد که اون دزدا بعد تازه 100 تومن دستی بهش میدادن؟ جهنم!